گلهای تازه، برنامه شماره 132 با همکاری هنرمندان محمودی خنساری، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. شعر از حافظ. گوینده آذر پژوهش. صدا بردار ایرج فهیمی. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی، گرو باده و دفتر جایی. دل که آیینه شاهی است غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. کرده ام توبه به دست صنم باده فروش، که دگر می نخورم بی رخ بزمارایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کز وی و جام میم نیست به کس پروایی.
همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. امید منم در همه دیر مغانیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. دل که آیینه شاهید غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. شرح این قصه
مگر شم برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. کردم توبه به دست صنم باده فروش، یا 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 که دیگر می نخورم بی رخ بهارایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرستار، کز وی جام میم نیست به کس پروایی. یا جان 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 امید من سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کز وی و جام میم نیست به کس پروایی.
گفتا اگر برآید، گفتا اگر برآید. گفتم زمه بردار، رسم وفا بیامون. گفتا زما رویان این کار کمتر آید، این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو برد تو از راه دیگر آید، گفتا که شب رو برد تو از راه دیگر آید. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 132 بود که با آواز محمودی خونساری، ویولون اسدالله ملک، تار فرهنگ شریف و ضرب جهانگیر ملک در ابوعطا اجرا شد.